اگه همیشه دوست داشتی بازی‌های خفن و جذاب بسازی ولی نمیدونستی از کجا شروع کنی، این ویدیو مخصوص خودته. امروز میخوام بهترین موتورهای بازیسازی رو معرفی کنم و بگم هر کدوم به چه دردی میخوره. اما اول از همه باید بدونیم که موتور بازیسازی دقیقاً چیه. ما برای ساخت یه خونه نیاز به وسایلش داریم، مثل آجر، دستگاه جوش، چکش و خیلی چیزای دیگه. اگر بیایم از ابتدا خودمون تمام دستگاه و وسایل لازم رو تولید کنیم، قطعاً زمان برا خیلی سخته. بازیسازی هم دقیقاً همینه. برای ساخت بازی نیاز به ابزارهای مختلفی داریم که همشون داخل یه موتور بازیسازی جمع شدن و ما به راحتی میتونیم از اونها استفاده کنیم. ما هم میتونیم خودمون اون ابزارها رو بسازیم، اما همونطور که اشاره کردم نیاز به صرف وقت و آموزش خیلی زیادی هستش. اگه دوست داری از بازیسازی و دنیای اون بیخبر نمونی، پس یادت نره منو سابسکرایب کنی. حالا بریم سراغ بهترین موتورهای بازیسازی از نظر من. احتمالاً همتون اسم یونیتی به گوشتون خورده. این موتور بازیسازی یکی از معروف‌ترین ها در این حوزه است. شما با این موتور میتونید بازی‌های دو بعدی خیلی جذاب و همینطور بازی‌های سه بعدی بسازید. داخل ایران که خیلی این موتور بازیسازی شناخته شده است و بازار کارش هم نسبت به بقیه موتورهای بازیسازی بیشتره. زبان برنامه‌نویسی که برای ساخت بازی توی این موتور لازم بلد باشید C# هستش. همینطور هم بیشتر افراد برای ساخت بازی‌های موبایلی از این موتور استفاده می‌کنن. شما با یونیتی میتونید هر بازی برای هر پلتفرمی بسازید. بازی‌های کامپیوتری، موبایلی و حتی واقعیت مجازی. یونیتی خیلی جامعه بزرگی داره و آموزش‌های زیادی برای اون هستش. برای شروع و حتی ادامه دادن تو حوزه بازیسازی میتونه پیشنهاد خیلی خوبی باشه. بعد میریم سراغ موتور بازیسازی گودو. گودات نوشته میشه ولی اسمش از یه نمایشنامه اومده و تلفظ درستش گودو هستش. این موتور بازیسازی برای بازی‌های دو بعدی فوق‌العاده است. حتی فیزیک واقع گرایانه تری در بازی‌های دو بعدی نسبت به یونیتی داره. باهاش میتونید بازی‌های سه بعدی هم بسازید، اما نه به خوبی یونیتی. نکته قابل اهمیتش اینه که کل حجم این موتور 50-60 مگابایته و اصلاً بار زیادی رو سیستمتون نمیاره. با ضعیف‌ترین سیستم ها هم میتونید بازی خیلی خوبی بسازید. زبان برنامه‌نویسی خودشو داره که اسمش GD اسکریپت هستش. این زبان خیلی ساده است مثل پایتون، اما خیلی بهینه‌تر و سریع‌تر از پایتون هستش. شما اگر زبان‌های C# و C++ هم بلدید، میتونید داخل این موتور بازیسازی از اونها استفاده کنید. همچنین جامعه گودو در حال رشد و فعال هم هستش. فقط آموزش‌های زبان فارسی این موتور بازیسازی خیلی زیاد نیستش و لازمه که زبان انگلیسی رو بلد باشید تا آموزش‌های انگلیسیش رو ببینید. البته باید بگم که یادگیری زبان برای بازیسازی یکی از مهمترین موارده. برای کسایی که تازه میخوان بازیسازی رو شروع کنن، گودو یکی از بهترین انتخاباست. ساده و کم حجم. منم به علت اینکه سیستم خیلی قوی ندارم، مجبورم از گودو استفاده کنم. رسیدیم به جای شیرین ماجرا، یعنی آنریل انجین. این موتور بازیسازی برای ساخت بازی‌هایی با کیفیت فوق‌العاده بالا هستش. اینقدر کیفیت بالا و سرعت بالایی داره که ازش برای مدل سازی و ساخت انیمیشن های سه بعدی هم استفاده میکنن. با این موتور بازیسازی میتونید تو گرافیک بازی هاتون معجزه کنید، اما برای تازه واردها زیاد مناسب نیستش. زبان برنامه نویسی آنریل انجین C++، اما یه ویژگی خیلی خوب داره و اونم چیزی نیست جز بلوپرینت. با بلوپرینت شما بدون داشتن کوچکترین تجربه‌ای از برنامه‌نویسی میتونید بازی خودتون رو بسازید و این برتری هستش که آنریل انجین نسبت به انجین‌های دیگه داره. بدون نیاز به کدنویسی و خیلی راحت بازی‌هایی با کیفیت فوق‌العاده بالا بسازید و تو پلتفرم‌های مختلف اجراش کنید. البته چون کیفیت بالا حجم بازی رو زیاد میکنه، معمولاً برای کامپیوتر کنسول ها ازش استفاده میشه و کمتر ازش برای ساخت بازی‌های موبایلی استفاده میکنن. شما برای شروع لازم آموزش ببینید و ایده های خودتون رو اجرا کنید. پیشنهاد من شروع با گودو یا یونیتی هستش و اگر خفن شدید برید سراغ آنریل انجین.
ولی در کل اگر میخواید خیلی ساده بازی‌های خفن بسازید از گودو استفاده کنید. اگر میخواید بازی‌های سه بعدی برای موبایل بسازید یونیتی بهترین گزینه است و برای بازی‌هایی با کیفیت بالا و حرفه‌ای و جذاب‌ترین چیزی که میتونید بسازید جز آنریل انجین نمیمونه. میتونید از هوش مصنوعی برای ساخت بازی‌هاتون کمک خیلی زیادی بگیرید و از هوش مصنوعی یاد بگیرید. من یه بازی خیلی ساده با هوش مصنوعی ساختم که شما میتونید ویدیوش رو از روی صفحه تماشا کنید. لایک و ساب فراموش نشه. خدا یار و نگهدارتون.